بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به تک تک شما حقجویان عزیز سعادت دنیا و آخرت رو نصیب بکنه. سعادت دنیا و آخرت در راه توحید و یکتاپرستی است و در این راه شاید خیلی از انسانها با شبهات و با وسوسه های شیطان های جنی و انسی روبرو بشن که ما انشاءالله در این برنامه تعدادی از این شیاطین انسی رو معرفی میکنیم که در پی گمراه کردن مسلمانان جهان خاصتا شیعیان هستند. آخوندها و عمامه به سرهای قم و تهران و نجف و کربلا که با شبهات و با دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌های خودشون میخوان تیشه به ریشه دین مبین اسلام بزنن. در این برنامه که همونطوری که میدونید اسمش شاید برای خیلیا عجیب باشه، همونطوری که در بعضی از سایت‌ها و خبرگزاری‌هاشون در مورد این برنامه نوشته بودن و خیلی دستپاچه شده بودن که در این برنامه داریم به اصطلاح در مورد امامان اهل بیت صحبت میکنیم که اعتقادشون اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب بوده، یا اینکه اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب که ایشون رو مؤسس به اصطلاح مذهب وهابیت میدونن، ایشون همون اعتقادی رو داشته که امامان اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین و علیهم السلام داشتن. در این برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم عرض سلام و ادب دارم خدمتش. در خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند که این برنامه رو دنبال میکنند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما خواهم بود با برنامه دیگر از سری برنامه‌های امامان وهابی شیعه و نگاهی به عقیده امامان اهل بیت و مراجع امروزی شیعه و همچنین در مقایسه با عقیده امامان اهل سنت من جمله محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین. جزاکم الله خیر. قبل از اینکه حضرت استاد وارد بحث بشن، من چون قول دادیم که در شروع هر برنامه اینو متذکر بشیم که ما در اولین قسمت برنامه امامان وهابی شیعه 3 پیام فرستادیم به 3 تن از آیات اعظام و از معروفترین مراجع و علمای شیعه در ایران که بیشترین مقالات، کتب و سخنرانی ها و برنامه ها در ارتباط با وهابیت داشتن و دروغ ها، تلبیس ها و خیانت های فراوانی رو در تالیفات و کتاب هاشون مرتکب شدن که بعضی از اونها رو در هفته گذشته از کتاب آیین وهابیت که نوشته یکی از این آیات به اصطلاح اعظامشون بود جعفر سبحانی در برنامه حضرت استاد نشون دادن و مخالفت هایی که این آیت الله با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته رو از مصادر و منابع شیعه خدمت شما عزیزان نشون دادن. ما به 3 تن از این آیات اعظام، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله نجم الدین طبسی و آیت الله جعفر سبحانی که بیشترین فعالیت ها رو به اصطلاح بر علیه وهابیت داشتن، نامه‌ای فرستادیم و از این آقایون خواستیم که در مورد عقیده امامان اهل بیت که ما در این برنامه ثابت خواهیم کرد که همون عقیده ای رو اونا داشتن که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و علمایی که متهم به وهابی بودن اصلا از طرف روافض همون اعتقاد و عقیده رو داشتن. من متن این نامه رو سریع خدمت شما عزیزان میخونم. احمد جان اگر بتونید نشون بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی، السلام علیکم و رحمت الله. با توجه به تعریفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید.
ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: 1. صریح، 2. صحیح، 3. بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه ایمیل لایف @vesalfa.tv 2 محرم سال 1438 هجری قمری. تشکر احمد جان. تاریخ نامه کتبی هست که شما پست کردید، وگرنه اصل نامه‌ای که ایمیل کردیم قبل از این هست تاریخ. بله، تقریبا در اواخر ماه ذوالحجه بود نامه‌ای که از طریق ایمیل فرستادیم. بعد آقای ناصر مکارم شیرازی ناز کردن و گفتن که این ایمیل رو به دفتر معظم الله از طریق پست بفرستید، که ما این نامه رو از طریق پست هم فرستادیم. اینم از طریق پست سریع احمد جان نشون بدید که برای ایشون این نامه فرستاده شده. در ایران، استان قم، شهر قم، ابتدای خیابان شهدا، دفتر آیت الله مکارم شیرازی، کد پستی 371 56 16756. به دفتر ایشون هم این نامه ارسال شده. امیدواریم که انشالله داشته باشن این مردانگی رو که حداقل یک جوابی بدن به این نامه. و همین متن و همین نامه عنوانی آیت الله نجم الدین طبسی و آیت الله جعفر سبحانی هم ارسال شده. جناب استاد الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اجازه بدید که من بدون مقدمه به خاطر اینکه فرصت کم داریم وارد مبحث اصلی بشم و از جای آغاز بکنیم که هفته گذشته مبحث ما ناتمام ماند. آقای جعفر سبحانی و آقای طبسی و همچنین آقای مکارم شیرازی در کتاب‌هایی که در این زمینه قبلا معرفی کردن برای اثبات جواز سوگند خوردن به نام غیر الله مطلبی را آورده بودند که خود الله متعال در قرآن کریم به نام غیر الله به مخلوقات خودش سوگند خورده. نتیجه این می شود پس بنابراین کاری که الله خودش انجام داده ما هم می توانیم که انجام بدهیم. من در پاسخ این شبهه بهتر بگیم تا به دلیل به صورت مفصل در هفته گذشته کاملا مطالبی رو عرض کردم. امروز فقط کتاب مراجع شیعه رو یکی دو مورد رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم تا ادامه برنامه و دلایل دیگرشون. آقایون استدلال کرده بودند چون که الله متعال در قرآن کریم به خورشید و ماه و بقیه مخلوقات خودش سوگند یاد کرده، پس بنابراین ما هم مجاز هستیم به هر چی که دلمان خواست قسم یاد بکنیم. من روایت صحیح و صریحی را آوردم و قبلا هم عرض کردم که روایات نهی از سوگند خوردن به غیر الله اون گونه که مراجع شیعه خودشون هم اعلام کردن فوق حد تواتر هست و روایت صحیحی رو من از کتاب فروع کافی در هفته گذشته نشون دادم که امروز از کتاب وسائل شیعه من اینو نمایش خواهم داد. کتاب تفصیل وسائل شیعه هست، قبلا دوستان اینو دیدن، جلد 8 هست که با چاپه های تک جلدی جلد 16 می شود. بابی دارد به عنوان باب انه لا یجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله. در این باب چندین روایت آورده. روایت اول از ابی جعفر ثانی هست، دقیقا همون چیزی را که مراجع کنونی شیعه به عنوان استدلال خودشون برای اثبات جواز قسم خوردن به نام غیر الله ذکر کردند، امامان شیعه اینو رد کردند. از امام ابو جعفر ثانی سوال شد جلت فداک فی قول الله و اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی، در مورد قسم های الله و امثال این آیه که در قرآن اومدن. ایشون فرمودن ان الله یقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان یقسموا الا به. الله به هر چی بخواهد سوگند میخورد، اما بندگان اجازه ندارند که به غیر از الله به کسی دیگر قسم بخورند. این روایت اول هست. و روایت دوم از صادق از آبائه یعنی النبی و روایت سوم که دقیقاً این مطلب رو بیان کرده محمد ابن یعقوب که من از کتاب خود کلینی قبلا اینو نمایش دادم، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر، امام باقر رحمت الله علیه
همین سوال رو کرده که واللیل اذا یغشی و النجم اذا هوی و ما اشبه ذلك فقال ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان یقسم الا به، که الله متعال به هر چی بخواهد از بندگانش سوگند یاد میکند و بندگان اجازه ندارند که به غیر نام الله به کسی دیگر سوگند یاد بکنند. این عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که در هفته گذشته کتاب آیین وهابیت رو من نمایش دادم که آقای سبحانی و طبسی و آقای مکارم شیرازی گفتند که نه، قسم خوردن به غیر الله جایز هست. به چه دلیل؟ دلیل اولش این است که چون که الله در قرآن به لیل و به نهار و به شمس و قمر این چیزها سوگند یاد کرده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و به تعبیر آقایون تمام وهابیت، من در هفته گذشته از کتاب تیسیر الحمید که شرح کتاب توحید هست نوشته سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب بود، دقیقاً همین مطلب رو نمایش دادم. امروز فقط از کتاب مجموع فتاوای شیخ الاسلام همین نمونه رو من خدمت شما نمایش میدم. کتاب مجموع فتاوای شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه و کتاب الوهیت هست، کتاب توحید الالوهیه و جلد اول مجموع فتاوا هست. ایشون در این کتاب در جلد 1 در صفحه 345 دقیقاً همین مطلبی را که امامان معصوم شیعه فرمودند همین مطلب را ابن تیمیه رحمت الله علیه و همچنین محمد ابن عبدالوهاب و همه وهابیت اینو دارن. در این زمینه وهابیت اختلاف نداره. به تعبیر آخرین هر کسی رو که به عنوان وهابی معرفی میکنن عقیده‌اش همین است که الله متعال به هر چی بخواهد قسم میخورد، اما بندگان چون این اجازه ای رو ندارند که به غیر الله قسم بخورند. دقیقاً همون حرفی رو که امام باقر و امام جواد زدن، همون حرفی رو که ائمه مذاهب اربعه اهل ائمه سنت مذاهب میگه. دقیقاً امام ابو حنیفه وهابی، امام مالک وهابی، امام شافعی وهابی، احمد ابن حنبل وهابی. بله، قبلا در هفته گذشته از ابن عبدالبر من نمایش دادم در اینجا که ایشون گفته بودند که اجماع هست، یعنی تمام علمای اهل سنت و مذاهب اهل سنت اجماع دارند بر این که سوگند خوردن به نام غیر الله حداقل مکروهه. در کراهتش اتفاق نظر دارن. بعضی تحریم گفتند و یعنی شدیدتر از حکمشون و فتواشون، اما حداقلش در تحریم همه متفق هستند و حتی قدامای شیعه متقدمین شیعه هم نظرشون همین بود که من از مفید و دیگران در هفته گذشته نقل کردم. شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماید که فإن قیل الرب سبحانه و تعالی یقسم بما شاء من مخلوقاته، الله متعال به مخلوقاتش قسم میخورد، چرا ما نباید به مخلوقات الله متعال قسم بخوریم؟ همون سوالی رو که از امام باقر کرده بودن. ایشون هم در جواب میفرماید که لأن اقسامه به مخلوقاتی من باب مدحه و الثناء علیه و ذکر آیاتی، این که الله متعال به مخلوقات خودش قسم میخورد این از باب مدح و ثنا هست که الله متعال به اون مخلوقش مدح و ثنایی رو داشته باشد و آیات و نشانه های خود را ذکر بکند، به عنوان معجزات و آیات و نشانه های الهی هست. و اقسامنا نحن بذلك شرک، اگر ما بخوایم به مخلوقات الله قسم بخوریم این شرکی هست. اذا اقسمنا به، وقتی که قسم بخوریم به منظور حظ غیرنا، تشویق کردن و مجبور کردن دیگران، یا منعشون، یا تصدیق یک خبری، یا تکذیب یک خبری. اگر ما بخوایم به این منظور قسم بخوریم این در واقع یک نوع شرک شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی شود که ما انسان را با خالق در واقع قیاس بکنیم که چون که الله متعال قسم خورده پس بنابراین ما هم باید قسم بخوریم. این خلاصه ای از مبحث جلسه گذشته بود که دلیل اولشون، من به جای اینکه دلیل بگم بهتر از بگم شبهه اولشون، زیرا که هیچ گونه دلالتی بر جواز قسم خوردن به نام غیر الله ندارد. از هیچ یکی از امامان اهل سنت و الجماعت و همچنین امامان شیعه با سند صحیح چنین روایتی ثابت نشده و نیست که ایشان گفته باشند که همان گونه که الله به نام غیر خودش قسم خورده شما هم مجاز هستید که به نام غیر الله قسم بخورید. جناب استاد اگر به یاد داشته باشید در تماس‌های اخیری که داشتیم در هفته گذشته بعضی از بینندگان گفتن که خب حالا در صحیح مسلم فلان روایتی اومده و در صحیح بخاری اومده و همون شبهاتی که به اصطلاح این آیات اعظام در کتاب‌هایی که تهمت و دروغ بستن به قول خودشون وهابیت، به موحدین، به یکتاپرستان، گفتن در این مورد هم توضیح بدید.
قول دادیم که در هفته آینده صحبت بله کنیم. البته شما فرمودید که این مبحث رو خلاصش بکنیم، مجبوریم در این جلسه تمومش بکنیم، تمام دلایلشون یک جا انشالله بررسی خواهیم کرد و هفته بعد انشالله موضوع دیگری رو خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. این کتاب آیین وهابیت هست که قبلا خدمت بینندگان عزیز من نمایش دادم، دوستان اینو دوربین فعال بکنن. آیین وهابیت استاد جعفر سبحانی که مشخصات این کتاب رو من قبلا هم نشون دادم. سوگند به غیر خدا، قبلا گفته که وهابیان سوگند به غیر خدا را جایز نمیدونن، اما ما بدون تعصب این مسئله را ثابت میکنیم و دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا که میخواد ثابت بکند که قسم به غیر خدا جایز هست. دلیل اول قرآن مجید بود که این دلیل رو قبلا من به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم. نکته دیگه رو عرض بکنم این است که هیچ یکی از آیات عظام و غیر عظامشون درباره اثبات جواز سوگند خوردن به نام غیر الله از ائمه شیعه دلیل نیاوردند. هیچ کدامشون. یک دلیلی آوردند که در آخر اینو عرض خواهم کرد که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب نهج البلاغه در خطبه هاشون لعمری رو استفاده کرده، یعنی لفظ لعمری رو که اینو گفتند که به معنی قسم است. اما در هیچ یک از این دلایلی که آوردند از کتابه های و روایات صحیح شیعه چیزی رو نیاوردند. روایات صحیح شیعه کاملا برخلاف این ادعایی هست که مراجع شیعه دارند. اما دلایلی رو که آوردند از کتابه های اهل سنت و جماعت. دلیل دوم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در مواردی به غیر خدا سوگند یاد کرده است که خود موضوع برنامه ما این است که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به غیر الله، به نام غیر الله سوگند یاد کرده یا یاد نکرده است. حدیثی از صحیح مسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا فقال اما وابيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. وجه استدلالشون در اینجا فقط از این جمله هست اما و ابیک، سوگند به پدر تو. این روایت اول. روایت دوم، حدیث دیگر. حدیث دیگر نیز از صحیح مسلم، این هم از صحیح مسلم آوردند. روایت دوم هست که مرد اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از سرزمین نجد یسأل عن الاسلام، در مورد اسلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالاتی رو داشتند. نهایتا ایشون فرمودند که 5 تا نماز بر شما فرض هست که 5 نماز رو بخونید و ماه رمضان فرض هست و زکات بر شما فرض هست. اون فرد که این جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شنیده بود گفت من بر این عمل میکنم و رسول الله فرمودند مگر اینکه خودت بخوای که تطوع انجام بدی، نماز و روزه و زکات نفلی رو بدی. اون چیزی که فرض هست این مواردی هستند که در اینجا ذکر شده. فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح و ابیه. اینجا محل شاهد است که افلح و ابیه یعنی رستگار شد، سوگند به پدرش. پس بنابراین ثابت می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام غیر الله سوگند یاد کردند. فعلا این دو مورد را. مورد دیگری هست که از روایت دلیل سومشون هست از مسند احمد که در اونم لفظ فلعمری اومده که انشاءالله در آخر برنامه در مورد لفظ فلعمری مفصلا صحبت خواهم کرد. اما میریم سراغ کتاب صحیح مسلم، روایتی رو که این آقایون از اون استدلال کردن. ببینیم که اصل روایت چی هست و چگونه هست، آیا این لفظ در صحیح مسلم صحیح هست یا صحیح نیست. در صحیح مسلم به صورت کلی من این مختصر تمام جوابی رو که انشاءالله در آخر به این خواهیم رسید من در ابتدا به صورت خلاصه خواهم گفت. در هیچ حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است که یعنی لفظش لفظ صحیحی باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام غیر الله قسم خورده باشند. یعنی جمله افلح و ابیه یا و ابیکه این جمله از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. در صحیح مسلم اومده، بله در صحیح مسلم اومده، اما ببینیم که جریان از چه قرار هست. امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث رو به شماره 93 هست در کتاب صحیح مسلم. دوستان اینو نمایش بدن. صحیح مسلم المسمى الجامع الصحیح صحیح مسلم هست و در باب 32
باب بیان ان افضل الصدقه صدقه الصحیح الشحیح. در اینجا یک روایتی آمده، روایت اول و روایت دوم هست. روایت دوم دقیقا روایتی هست که آقای سبحانی و بقیه از این استدلال کردن، هم سبحانی و هم آقای طبسی از این استدلال کردن. این روایت از ابوبکر ابن ابی شیبه هست. ابوبکر ابن ابی شیبه صاحب المصنف و ابن نمیر قال حدثنا ابن فضیل عن عماره. اینا من که اینجا مشخص کردم به خاطر اینکه با این ابن فضیل ما بعداً کار داریم. عن ابي زرعه عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ای الصدقه اعظم، کدام نوع صدقه عظیمتر هست، ثواب بیشتری رو دارد؟ فقال اما و ابیک لتنبؤن، سوگند به پدرت که به تو خبر داده خواهد شد، یعنی من جواب تو را خواهم داد. و جوابش این است که انت صدق و انت صحیح شحیح، این که صدقه بدهی در زمانی که صحیح و سالم هستی و شحیح هستی و تخشى الفقر و یعنی از فقر میترسی و امیدوار هستی که زنده باشی. ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم، و فرصت ندهی، یعنی صدقه رو به تأخیر نه تا زمانی که روحت به حلقوم برسد، وقت مرگت فرا میرسد. اون وقت میگه که لفلان کذا و لفلان کذا، به فلانی اینقدر بدی، به فلانی اینقدر بدی. و کان لفلان، در اون زمان مال تو مال فلانی هست، یعنی مال ورثه‌ت هست. الان حق تو نیست که بگی که مال من به فلانی و به فلانی بدی. خب در اینجا ولی همون گونه که آقای سبحانی گفتن در اینجا اومده اما و ابیک لتنبؤن، این جمله در صحیح مسلم اومده. منتها این جمله‌ای که در این روایت اومده، این جمله یک جمله شاذ هست. این جمله شاذ و جمله منکری هست. اولا ببینیم که این روایت در کجا اومده. این همین روایت رو خود امام مسلم قبل از این آورده. روایت قبلی که در اینجا آمده دقیقاً همین هست. ببینید در اینجا حدثنا زهیر بن حرب، روایت اولی که در خود همین باب اومده. زهیر بن حرب روایت میکند حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع، جریر از عمارة بن قعقاع روایت کرده. عن ابي زرعه عن ابي هريره. از اینجا از عمارة بن قعقاع به بعدش سند یکی هست، اما این زهیر ابن حرب در اینجا و همچنین جریر این دو نفر دیگر هستند، این سند دیگری هست. در اینجا دقیقاً همین را آورد از ابی زرعه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل، یک مرد اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال یا رسول الله ای الصدقه اعظم، کدوم صدقه ثوابش بیشتر است؟ فقال انت صدق و انت شحیح صحیح شحیح. میبینیم که در اینجا لفظ اما و ابیک لتنبؤن وجود نداره. دقت بکنن دوستان، در اینجا وجود ندارد، اما در روایت پایینی در اینجا هست اما و ابیک لتنبؤن، در روایت پایینی هست و در روایت اول نیست. خب علتش چی هست که امام مسلم این روایت رو اول آورده که در اون روایت اول این لفظ وجود ندارد و در روایت دوم وجود دارد؟ علتش رو برمیگردیم به خود کتاب صحیح مسلم در ابتدای کتابش. در ابتدای کتابش در اینجا مقدمه امام مسلم هست، دوستان این نمایش بدن. میگه روایتی رو که ما در این کتاب آوردیم، فاما القسم الاول فإنا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى. ما در این کتاب فإنا نتوخى ان نقدم، ما در صدد این هستیم که اخباری را که سالمتر از عیوب هستند و پاکتر هستند اینها را مقدم بکنیم، یعنی در اول باب بیاوریم. من ان یکون ناقلوها اهل استقامة فی الحدیث و اتقان لما نقلوا لم یوجد فی روایتهم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثین و بان ذلك فی حدیثهم. میگه ما اول روایاتی رو که صحیح تر هست، هیچ گونه اشکالی در اونها وجود ندارد، ما این روایت رو می آوریم و روایتی که در درجه دوم هست و روایتش یک سری اشکالی رو دارد ما اینو در درجه دوم می آوریم. خب در اینجا ما دیدیم که این روایتی رو که امام مسلم آورده بود، روایت اول با یک سند دیگری اینو آورده بود بدون لفظ اما و ابیک لتنبؤن. اما روایت دوم را که با این لفظ آورده بود معنیش این است که نزد امام مسلم روایت اول بر روایت دوم چیکار هست؟ ارجحیت دارد. و در روایت سوم که در اینجا آورده باز هم این لفظ وجود ندارد. الان بریم سراغ بقیه کتاب‌های اهل سنت و الجماعت که این روایت رو در واقع ذکر کردم. ابتدا میریم سراغ صحیح بخاری. همه میدونن نزد اهل سنت و الجماعت که درجه صحیح بخاری از صحیح مسلم بالاتر هست، یعنی روایتش روایت دقیق تری هست و بالاتر هست.
در اینجا روایتی که در صحیح بخاری هست و روایت 1419 هست در باب ای صدقه افضل و صدقه الشحیح الصحیح. در اینجا این روایت هست حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا عبدالواحد. این دو نفر در سند روایت اول و دوم امام مسلم نبودن، در سند سومش هستند. حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرع حدثنا ابو هریره که ابو هریره همون سندی هست که از اونجا هست، دقیقاً همون روایتی که در اونجا آورده بود. ای صدقه اعظم اجرا قال انت صدقه و انت صحیح شحیح تخشى الفقر و تعمل الغنا. دقیقاً همون روایت را آورده بدون این که لفظ و اما ابیکا در این وجود داشته باشه. پس بنابراین روایت صحیح تر و مقدم تر و روایت محفوظ این روایت هست. این یکی از کتاب های اهل سنت و الجماعت. میریم سراغ سنن ابو داود که یکی دیگر از کتب سته اهل سنت و الجماعت هست. دوستان این نمایش بدن، سنن ابو داود هست و تحقیق شیخ محمد ناصرالدین آلبانی هست و در این کتاب در صفحه این چاپی که من دارم در صفحه 508 هست و باب ما جاء فی کراهیت الاضرار فی الوصیه، کراهت اضرار ضرر رساندن به دیگران در باب وصیت. حدثنا مسدد، یک فردی هست دیگر است در روایت قبلی نبوده، از ابو عبدالواحد ابن زیاد، همون فردی که امام بخاری روایت کرده بود. حدثنا عماره، بقیه سند همون سند قبلی هست. قال عن ابي هريره قال جاء سند صحیح مسلم. از اینجا این عبدالواحد ابن زیاد در روایت سوم امام مسلم هست، اما عماره ابن قعقاع سند اول و دوم و سوم از اینجا به بعد مشترک است. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أنت صدق وأنت صحيح حريص. لفظ حريص در اینجا آمده تعمل البقاء و تخشى الفقر. در اینجا میبینیم که در این روایت هم لفظ اما و ابیک لتنبأن نیامده، بلکه این با سند دیگری هست و کتاب دیگر و راوی دیگر از راویان اهل سنت و جماعت هست و این یکی از دیگر از کتاب های اهل سنت و جماعت. میریم در سراغ کتاب دیگر از کتاب اهل سنت و جماعت در سنن نسائی که هست، در سنن نسائی که هست و جالب اینجا است که در سنن نسائی دقیقاً از همون کسی که امام مسلم رحمت الله علیه این روایت کرده با اون لفظ در این کتاب با سند صحیح برخلاف اون لفظ آمده، برخلاف اون لفظ آمده. در اینجا در کتاب سنن نسائی باب سیوم کتاب الوصایا هست، باب اول الکراهیت فی تأخیر الوصیه، مکروه که انسان وصیت رو تأخیر بکند. اخبرنا احمد بن حرب، یک کسی دیگر است که در روایت قبلی و در سند ابو داود و مسلم و بخاری نبود. حدثنا محمد بن فضیل، این محمد بن فضیل همون راوی هست که در صحیح مسلم اومده و لفظ چی اومده؟ لفظ اما و ابیک لتنبأن در اون لفظ اومده بود. همین از ابی هریره آوردن، از ابو زرع ابو هریره جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله ای الصدقه اعظم اجرا، کدوم صدقه ثواب بیشتری رو دارد؟ قال انت صدق و انت صحیح شحیح تخشى الفقر. همون روایت هست بدون لفظ در واقع اما و ابیکا. الان ببینیم روایت صحیح مسلم رو دوستان توجه بکنن، در اینجا همین لفظ ابن فضیل هست، همین راوی که در اینجا هست ابن فضیل هست از عماره که روایت کردند و این از ابی زرع روایت کرده. در اینجا اما و ابیک اومده، در سند امام بخاری نیست، در سند ابو داود سجستانی نبود، در سنن نسائی همین در واقع وجود ندارد، با این که سندی که آقای نسائی امام نسائی آورده دقیقاً همون سندی هست، یعنی از خود محمد ابن فضیل روایت شده، از خود همین راوی در روایت شده و در این هیچ گونه از این اثری رو از این لفظ ما در واقع نمیبینیم. الان برمیگردیم به این که این لفظ رو حکمش چی هست، اهل سنت و جماعت در این زمینه چه نظری رو دادن. شیخ آلبانی رحمت الله علیه، دوستان توجه بکنن، این کتاب سلسله ضعیفه هست، سلسله احادیث ضعیفه و الموضوع و اثر و سیء فی الامه و اثر بدی که روایات ضعیف و موضوع در امت گذارن، ناصرالدین آلبانی جلد دهم و قسمت دوم از جلد دهمش هست. در اینجا این روایت رو آورده که روایت 4992 هست، نعم و ابیک لتنبأن، که این گفته که این روایت چی هست؟ روایت منکر هست،
این روایت منکر هست. کی روایتش کرده؟ مسلم روایتش کرده با این آدرس، ابن ماجه و ابو یعلا و دیگران این رو در واقع روایت کردن. خب این روایت رو گفته منکر هست. در اینجا میگه که بله نعم والله لتنبأن كما في القضية الثانية عند ابن ماجه وخالفه ابن ابي شيبه وعنه مسلم فقال وابيك مكان والله. در روایت دیگر به جای و ابیک اومده والله. اینجا میگه که اما ابوبکر ابن ابی شیبه که استاد امام مسلم هست اینو با لفظ و ابیک آورده بود که قبلا هم نشون دادیم در سند امام مسلم رحمت الله علیه که با این لفظ اومده بود و اینو گرفته بود از ابن ابی شیبه. پس بنابراین این روایت در نزد اهل سنت و الجماعت روایت شاذی هست، روایت شاذی هست. و در صفحه بعد شیخ البانی رحمت الله علیه میفرماد که و هذا من اوهام شریک عندی، و هذا من اوهام شریک عندی، که در این زمینه بحث بسیار مفصلی رو دارند ایشون، 10-20 صفحه رو در این زمینه تحقیق کردند ایشون. پس بنابراین این روایت که در صحیح مسلم اومده، خود امام مسلم رحمت الله علیه با الفاظ دیگر این روایت رو آورده با سند دیگر که در درجه اول اون سند اولویت دارد. در سندی که صحیح تر هست، در این سندی که صحیح تر هست این لفظ اساسا وجود ندارد. یعنی این که از نظر محدثین و اصول حدیثی اگر یک روایتی با دو لفظ اومده باشد که با همدیگر تفاوت داشته باشند، یک فردی از این افراد راوی هست که ثقه، هر دو تاشون ثقه هستند، هم محمد ابن فضیل ثقه هست و هم اسماعیل ابن جعفر ثقه هست و هم در واقع بقیه کسانی که در این سند هستند، هم با لفظی که اما و ابیکه وجود داره تمام افرادش ثقه هستند و روایت اولی هم تمام افرادش ثقه هستند. اما میبینیم که در روایت دوم این لفظ و اما ابیک لتنبأنه وجود داره، در روایت اول وجود نداره. از نظر محدثین ما این رو میگویند که یعنی یک راوی ثقه با اوثق چیکار کرده؟ مخالفت کرده. یعنی اون کسانی که ثقه تر هستند و قوی تر هستند یک چیزی رو گفتند، این راوی با این که ثقه هست اما مخالف با روایات دیگر حرف زده. از نظر حکم محدثین این روایت شاذی هست یا اینکه منکر هست، همون گونه که شیخ البانی رحمت الله علیه رو گفته بودن. گذشته از این روایت با همون لفظ صحیحش در کتاب‌های شیعه هم اومده، با لفظ صحیحش در کتاب شیعه هم آمده که در واقع اگر شیعه به کتاب اهل سنت و الجماعت استدلال میکنن، خب حرف اهل سنت و الجماعت و نظرشون که در مورد روایت گفتن باید اینو قابل قبول باشه برایشون. اما اگر به روایت خودشون استناد میکنن، ببینیم که در کتاب شیعه چی اومده. دوستان این نمایش بدن، کتاب بحار الانوار هست و آقای باقر مجلسی جلد 47 این کتاب هست و در صفحه 109 از این چاپی است که من دارم و جلد 93 که در اینجا ذکر شده، در چاپ‌های دیگری که هست 178. روایت 13 این باب 21 هست در این کتاب، باب آخر فی انواع الصدقه و اقسامها. باب روایت 13 هست، از این رو از توسی نقل کرده، از امالی توسی. ابن بشران از اسماعیل ابن محمد صفار با سند شیعه، این افراد راویان شیعه هستند. از حسن ابن عرفه از حریزه ابن عبدالحمید ان عمارة ابن القعقاع، برمیگرده به اون سندی که در صحیح مسلم و بقیه کتاب اهل سنت و الجماعت بود. از ابی زرع از ابو هریره قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم بأی الصدقه افضل، اینجا نوشته بأی الصدقه افضل، کدوم صدقه افضل تر هست؟ قال ان تصدق، نوشته که تتصدق سیه و انت صحیح شحیح تعمل البقاء و تخاف الفقر. یعنی در این روایت هم اون لفظی رو که آقایون استدلال کردن در این روایت هم وجود ندارد. این از روایت هم دقیقاً همون روایت اهل سنت هست با سند شیعی که تا عمارة ابن قعقاع که سند شیعی هست. بازم در همین کتاب در شماره 29 روایت 29 که در اینجا هست، دعوات راوندی، سئل الصادق ای الصدقه افضل. همین سوال دقیقاً از امام صادق هم سوال شد که کدوم صدقه افضل هست. ایشون دقیقاً همون مطلبی رو که در صحیح بخاری اومده بود، در سنن نسائی اومده بود، در سنن ابو داود اومده بود، روایت اول خود صحیح مسلم هست، همین لفظ رو آوردن که ایشون فرمودن انت تصدق و انت صحیح شحیح تعمل البقاء و تخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. پس بنابراین روایات صحیح اهل سنت و الجماعت، روایات محفوظ اهل سنت و الجماعت در این
زمینه هماهنگ هست با روایاتی که از رسول الله در کتاب‌های شیعه نقل شده و از امام جعفر رحمت الله علیه در این زمینه نقل شده. پس بنابراین سند صحیح و روایت صحیح در اینجا لفظ اما و ابیک وجود ندارد و این لفظ و اما ابیک یکی از روایاتی هست که در این زمینه جز روایات شاذ هست، یعنی خود این لفظ شاذ هست و قابل استدلال نیست. جزاکم الله خیر. پس به این صورت حالا اگر کسی بیاد بگه که بله در صحیح مسلم شما که ادعا میکنید کتاب صحیح هست، در این هم احادیثی که اینطوری اشکال داره پیدا میشه، جواب این خواهد بود که همون حدیث قبل از اون روایتی با همین معنا با همین متن ذکر شده که صحیح هست. هر دو تا سند صحیح هست. روایت شاذ معنیش این نیست که روایت یعنی سندش اشکال داره. هر دو تا سند صحیح هستند. یک راوی ثقه با ثقه تر از خودش اختلاف نظر داره در یک لفظی رو. یک راوی ثقه به یک گونه آورده، چند راوی دیگر که اوثق هستند، ثقه بیشتر هستند، حفظشون بالاتر هست، این در واقع با یک لفظ دیگر آوردن. در اینجا قاعده اهل سنت و الجماعه دارند، محدثین در این دارند که روایت ثقه وقتی که مخالف با اوثق از خودش باشه این رو میگن که شاذ و روایت اوثق رو میگن که محفوظ. روایت محفوظ اینجا همون روایت اول هست و روایت سومی هست، اما روایت دوم محفوظ نیست بلکه شاذ و اون گونه که شیخ البانی گفته بود این لفظ اما و ابیک لفظ منکری هست که نه در روایات صحیح اهل سنت اومده و نه در روایات شیعه اومده بود. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما بودید. میون برنامه میبینیم و بعد از انشاءالله دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. وصال حق تو باک و با صفایی، همیشه پیرو راه خدایی. روافض شرک میگوین همیشه، حریفین علی گویان شمایی. وصال حق تو باک و با صفایی، همیشه پیرو راه خدایی. روافض شرک میگوین همیشه، حریفین علی گویان شمایی. وصال حق وصال حق وصال حق وصال حق. همیشه دیدنت راه حقیقت، حقیقت را به نادانان نمایی. وصال حق خداوند یاورت باد، همیشه در سپید راه نمایی. همیشه در سپید راه نمایی. آقا ما شیعه هستیم، میخوام سنی بشیم انشاءالله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. من تازگی موحد شدم. الله اکبر. الله اکبر. عبدالله هستم از آذربایجان. قبلا شیعه بودم، الان اهل سنت شدم. الله اکبر. من میخواستم به اهل تسنن بپیوندم و موحد بشم. الله اکبر. از برنامه‌های خوب راهنمایی شما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. وصال حق تو شمع روشن را، فروزان در دل شبها نمایی. وصال حق سپاس از این گروهت که عریان دین حق را می نمایی. که
اوریان دین حق را می وصال حق تو پاک و با صفایی همیشه پیرو راه خدایی روافض شعر که میگوین همیشه حریفین علی گویان شمایی وصال حق وصال حق وصال حق وصال حق با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع برنامه قسم خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی که محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید خودش این مطلب رو ذکر کرده و روایاتی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت آورده که سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست و شرک است و همین روایت ها هم با سندهایی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتب شیعه ذکر شده. پس همون عقیده ای که محمد ابن عبدالوهاب به نام مذهب وهابیت که ادعا میکنن تبلیغ میکرده، همون عقیده دقیقاً عقیده علی و اولاد علی علیهم السلام بوده. جناب حضرت استاد روایت بعدی صحیح مسلم ببینیم. بله، روایت بعدی رو که قبلا خوندم در مورد کسی بود که اومده بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اسلام سوال کرده بود که چه چیزی فرض هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نماز فرض هست، روزه فرض هست و زکات فرض هست. اون فرد گفته بود که من چیزی از این اضافه نمی کنم و کم نمی کنم. در روایت صحیح مسلم در یک از روایاتش اومده بود که افلح و ابیه ان صدقه. این قسم افلح و ابیه در واقع در اون روایت ذکر شده بود. دوستان نمایش بدن این روایت رو. دقیقاً همون گونه‌ای که در مورد روایت اولی که استدلال کرده بودم من عرض کردم، این روایت دوم این باب هست. این روایت دوم این باب هست. سندش این است: حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبة بن سعید جمیعا عن اسماعیل بن جعفر. من اشتباه در بحثی که در روایت اول داشتم لفظ اسماعیل بن جعفر به زبان من اومد، مال حدیث دوم هست، حدیث اول نیست. عن ابی سهیل عن ابیه، از ابی سهیل از پدرش نقل میکند و او از طلحه بن عبیدالله نقل میکند که همون جریانی که یک مردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد در آخر این حدیث فرمودند فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح و ابیه ان صدقه. افلح و ابیه ان صدقه، که ایشون سوگند به پدرش که ایشون در واقع اگر راست بگویند رستگار میشن. این روایت دوم هست. امام مسلم رحمت الله علیه بنابر اصلی که داشتن روایت اول را که روایت صحیح تر هست و روایت دقیق تری هست اینو در اول آوردن با سند خودشون. باز هم از قتیبه بن سعید هست، از قتیبه ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابن عبدالله الثقفی. یک تفاوتی در این روایت وجود داره که این حدیث رو تنها از قتیبه ابن سعید نقل می‌کند، تنها از قتیبه ابن سعید. اما روایت بعدی رو
از یحیی بن ایوب و قتیبه بن سعید نقل کرده، از 2 نفر این رو نقل کرده. یعنی روایت قتیبه بن سعید که روایت صحیح تر هست، این روایتی هست که هم امام بخاری آورده و دیگران آوردن و در اون لفظ افلح و ابیه وجود ندارد. در اینجا غیر از این که مثلا اسماعیل ابن جعفر که عرض خواهم کرد در ادامه سند را، و این قتیبه بن سعید از مالک ابن انس هست، از امام مالک رحمت الله علیه نقل کرده. در اونجا قتیبه بن سعید از اسماعیل ابن جعفر نقل کرده بود، یعنی در این سند اسماعیل ابن جعفر وجود ندارد. به جای اسماعیل ابن جعفر مالک ابن انس هست. امام مالک ابن انس رحمت الله علیه سر منشأ مذهب مالکی. فی ما قرئ علیه ان ابی سهیل، بقیه سند یکی از ابی سهیل از پدرش انه سمع طلحه ابن عبید الله، که از طلحه ابن عبید الله شنیدند که این مطلب را دقیقاً بیان میکند تا آخر حدیث میان. میبینیم که در اینجا میگوید که افلح ان صدقه، افلح ان صدقه، اگر راست بگوید کامیاب هست و رستگار می شود. یعنی لفظ و ابیه در اینجا وجود ندارد، سوگند به غیر الله وجود ندارد. و این روایت از نظر امام مسلم رحمت الله علیه روایت دقیق تری هست، روایت محفوظ هست، و خصوصا که اسماعیل ابن جعفر با امام مالک رحمت الله علیه قابل مقایسه نیست. ابن عبدالبر رحمت الله علیه میفرمایند که مالک با افرادی مانند این مالک ابن انس رحمت الله علیه با افرادی مانند اسماعیل ابن جعفر در حفظشون و در اتقانشون قابل مقایسه نیستند. حتی امام مالک رحمت الله علیه این جزء اصح الاسانید هست نزد اهل سنت و الجماعت. این یک مطلب اول این که امام مسلم رحمت الله علیه همین روایت را از خود قتیبه بن سعید نقل کرده با سند دیگر که از امام مالک نقل کرده که سندش صحیح تر هست و ثقه تر هست و متقن تر هست و این لفظ افلح و ابیه در اون وجود ندارد. نقطه دومی که در اینجا وجود دارد این است که دوستان دقت بکنند که در روایتی که از امام مالک هست این روایت جزم است، در این هیچ ترددی وجود ندارد. دلالت بر این دارد که امام مالک از اسماعیل ابن جعفر چیکار هست؟ قوی تر هست، در حفظشون تردد ندارند. در جواب اینجا فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دوستان نمایش بدن افلح ان صدقه، افلح ان صدقه، بدون تردید رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله را فرمودند. اما در روایت بعدی که اسماعیل ابن جعفر هست که این جمله شاذی هست، باز هم در اینجا اومده که چی گفتن؟ این مرتبه اومده که افلح و ابیه ان صدقه. خود اسماعیل ابن جعفر نمیدونه که چی گفتن دقیقاً، میگه افلح و ابیه ان صدقه و او دخل الجنه و ابیه ان صدقه. یعنی تردد داره که این جمله را فرمودند افلح و ابیه ان صدق او دخل الجنه و ابیه ان صدقه. این دلالت بر ترددشون داره که همون گونه که گفتن روایت امام مالک رحمت الله علیه در اینجا روایت قوی‌تر و صحیح‌تری است. غیر از این عین همین روایت و همین جریان از چند نفر دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که هیچ کدام از اونها این لفظ افلح و ابیه در اونها وجود ندارد که خود امام مسلم رحمت الله علیه در اینجا اونا رو ذکر کرده. روایت بعدی دقیقاً باب بعدی باب سوم هست، باب سوال عن ارکان الاسلام. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك. روایت قبلی از حضرت طلحه بود، طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه، و این روایت از روایت انس هست. این انس هم در اون جریان وجود داشته. قال نهینا ان نسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما نهی شده بود که از رسول الله سوال بکنیم، و توضیح میدهد که ما دوست داشتیم یک فردی از بیابان بیاد و سوال بکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه ما جوابهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشنویم. و همین تعریف میکند که فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اهل البادیه العاقل فیسأله و نحن نسمع فجاء الرجل من اهل البادیه. همون جریان رو تعریف میکند که یک فردی از بادیه اومد و سوال کرد یا محمد اتانا رسولک فزعم انک تزعم ان الله ارسلک قال صدق قال فمن خلق السماء. و همون سوالاتی رو که در اون روایت نیومده، یک مقدار متفاوت هست متن این روایت، و نهایتا سوال کرد که چه چیزی بر ما فرض هست از جانب شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلوات فرض هست، 5 نماز هست و زکات هست و روزه هست. و در نهایت این اعرابی پرسید فبالذی ارسلک الله امرک بهذا، الله تو رو دستور داده؟ قال نعم. قال و زعم رسولک ان علینا حج البیت، گفته که حج هم هست. ایشون فرمودند بله اون قاصد من راست گفته. در آخر
این فرد همین جمله رو که در اون روایت اومده بود که والذی بعثک بالحق لا ازید علیهن ولا انقص منهن شیئا، رسول الله فرمودند که لئن صدق لیدخلن الجنه، اگر راست بگوید داخل بهشت می شود. روایت انس هست، قبلی روایت حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه بود. این همین روایت از روایت حضرت عبدالله ابن عباس هم اومده، در سنن دارمی اومده که باز هم این لفظ قسم به غیر الله رو ندادن. این همین جریان از روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه آمده، در باب بعدی هست، روایت 14 و که در اینجا اومده حدثنا ابو بكر بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرع عن ابي هريره. روایت ابو هریره هست، دقیقاً همون جریان رو دوباره تعریف میکند با الفاظ دیگری که در اینجا اومده و اون فرد در آخر گفت والذی نفسی بیده لا ازید علی هذا شیئا ابدا ولا انقص منه فلما ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. لفظ قسم در اینجا هم وجود ندارد. غیر از این در کتاب‌های دیگر اهل سنت و الجماعت ما می‌بینیم که باز هم این لفظ وجود ندارد. در روایت صحیح بخاری این لفظ اومده، دوستان نمایش بدم. در اول کتاب الصوم این مطلب اومده، باب وجوب صوم رمضان. حدثنا قتیبة بن سعید، همون قتیبة بن سعیدی که امام مسلم از ایشون روایت کرده بود. اسماعیل ابن جعفر از ابی سهیل. جالب اینجا است که روایت از خود اسماعیل ابن جعفر است که در اونجا از اسماعیل ابن جعفر لفظش یک مقدار تفاوت داشت، لفظ قسم در اون بود، اما در اینجا وجود نداره. اصالت صحیح بخاری و صحتش از صحیح مسلم که خیلی بالاتر است، اما می‌بینیم که در اینجا این لفظ وجود ندارد. همون لفظی رو که در اینجا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق. در صحیح مسلم اومده بود که افلح و ابیه ان صدق، دخل الجنه و ابیه ان صدق. معلوم میشه که اون روایت کلمه و ابیه در اصل روایت نبوده و یک روایت شاذی هست در صحیح بخاری از روایت خود قتیبه بن سعید و اسماعیل ابن جعفر هست از ابی سهیل، اما اون لفظ و ابیه در اون کتاب وجود ندارد. غیر از این در سنن ابو داود با سند که ایشون آوردند متفاوت هست با سندی که در اونجا بود. این روایت از امام مالک هست، از امام مالک، روایت اول صحیح مسلم بود. حدثنا عبدالله ابن مسلمه که این روایت هم روایت صحیح است. دوستان نمایش بدند که صحیح، این روایت صحیح است. در آخرش اومده افلح ان صدقه، اگر راست بگوید پیروز هست و کامیاب می شود. روایت دوم که و ابیه در اون هست شاذون به زیادت، این زیادت و این کلمه شاذ هست، یعنی یک ثقه مخالفت کرده با اوثق، کسی که ثقه تر هست و با چندین نفر. عرض کردم که چندین نفر از اصحاب رسول الله که این روایت رو نقل کردند، این داستان اعرابی رو نقل کردند، در اونها هیچ کدوم لفظ و ابیه وجود نداشت که در این روایت اومده افلح و ابیه ان صدق دخل الجنه و ابیه ان صدق. همون روایتی که در صحیح مسلم در واقع اومده بود با این ترددی که وجود داشت. این روایت شاذی هست. روایت صحیح تر روایت اولی هست که افلح ان صدق اومده. و همچنین در سنن نسائی هم این روایت اومده با همین لفظی که بدون لفظ اون سوگند هست که روایت با یک سند دیگر هست. در اینجا از علی ابن حجر نقل کرده امام نسائی رحمت الله علیه. حدثنا اسماعیل، اصلا اسماعیل ابن جعفر هست. دقیقاً همین حرفی رو که در سنن ابی داود آمده بود افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق، دقیقاً همون روایتی هست که در صحیح بخاری هم اومده بود. پس بنابراین روایت صحیحی که در این زمینه وجود دارد افلح ان صدق هست و لفظ و ابیه یک لفظ منکر و لفظ شاذی هست که شیخ البانی رحمت الله علیه همین روایت رو گفته که یک روایت شاذ هست. در کتاب سلسله ضعیفه قبلا خدمت بینندگان من نمایش دادم، دقیقاً در ادامه مطلب این حدیث دوم را آورده و مطرح می‌کند و خلاصه رو در اینجا ذکر کرده. در صفحه 764 جلد دهم هست، میگه والخلاصه ان الزیاده المذکوره فی حدیث طلحه وكذا فی حدیث ابی هریره الذي قبله زیاده شاذه لا تصح عندي. این روایت این لفظ شاذی هست، نزد من صحیح نیست و من صححها، الفاظ کسانی که این روایت رو گفتن صحیح هست، فانما نظر الى کون راویها اسماعیل بن جعفر ثقه، و این نکته رو نگاه کردند که اسماعیل ابن جعفر ثقه است، پس بنابراین روایت صحیحه. دون نظر الی مخالفت مالک،
به این توجه نکردند که امام مالک اوثق هست از اسماعیل جعفر، مخالفت کرده و با لفظ دیگر این رو روایت کرده له فیها و اختلاف الروات علی اسماعیل فی اثباتها، که اسماعیل ابن جعفر در برخی از روایات اومده با لفظ و ابی اومده و در برخی از روایات بدون این لفظ اومده. فلا جرم ان اعرض عن روایت امام الائمه ابو عبدالله، میگه بدین خاطر امام بخاری رحمت الله علیه از اون لفظی که در آن و ابیه بود اون روایت نکرده. و هذا هو غایت الدقت فی التخریج، این نهایت دقتی است که امام بخاری رحمت الله علیه در واقع داشتن. پس بنابراین این روایت هم با این لفظی که در اینجا ذکر شده این هم لفظ شاذی هست و قابل استدلال نیست. اگر ما میخوایم که در این زمینه استدلال بکنیم بنابر روایات عمومی که وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از قسم خوردن به غیر الله، که روایات نزد اهل سنت و الجماعت زیاد هست و نزد شیعه گفتند که فوق حد تواتر هست، و این روایتی هم که در اون لفظ و ابیه اومده یا ابیک اومده از نظر اهل سنت و الجماعت این روایت شاذی هست و این جمله از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. تشکر میکنم جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. دو مورد از مواردی رو که ایشون ذکر کرده بودند در کتاب آیین وهابیت آیت الله جعفر سبحانی، حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان به شکل مفصل از کتب اهل سنت با دلیل و با مدرک بیان نمودن. این برای انسان هایی که به دنبال حق و حقیقت باشن کافی است. همونه که همونطور که الله سبحانه و تعالی میفرماید فی قلوب مرض، قلب هاشون بیمار هست یا بیمار دل هستن، اونها همیشه دنبال شبهات و شهوات میگردن تا باطل خودشون رو ثابت بکنن. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا و شما بینندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من بودم از قبل، بس الحمدلله شکر خدا هدایت هم داد. و موعد میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن با تفسیرش میکنن. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2-3 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد رو بیاورم. الحمدلله 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 الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله.
تلوح ومنهج يتألق با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. فکر کنم یک چند مورد دیگه هم مونده که حضرت استاد باید هر هفته از وقت بینندگان عزیز یک مقداری رو اختصاص بدن به رد بعضی از این شبهاتی که دیگه اینها مطرح میکنن و باید بهش پاسخ داده بشه. در خدمت شما هست. من تا وقتی که تماس ها برقرار بشه من مختصر اینو توضیح میدم. پس بینندگان عزیز و گرامی، شما تلفن های برنامه زیرنویس میشه، جناب استاد انشاءالله توضیحاتی میدن کوتاه و بعد از اون صدای گرم شما عزیزان رو میشنیم و در رابطه با موضوع برنامه سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی. دلیل سومی که آقای صبحانی ذکر کرده و دیگران هم ذکر کردند، آقای طبسی و دیگران، روایتی از در مسند احمد که در اینجا بنابر مطلبی که در اینجا آورده دوستان نمایش بدن. دلیل سومشون هست حدیثی از مسند احمد: فلعمری لان تکلم بمعروف و تنها عن منکر خیر من ان تسکت. یک روایتی از روایات اهل سنت و جماعت در اینجا آمده فلعمری. در تفاوتی که این روایت با روایت قبلی داره، در اون روایت گفتند که لفظ شاذ هست و کلمه و ابیه یا و ابیک اومده بود که قسم هست، اما در اینجا صیغه جمله که در اینجا اومده فلعمری یا لعمری هر دو تا صحیح است. این اومده لان تکلم بمعروف. در این روایت اساسا در مورد صحبت کردن در روز جمعه هست، در هنگام خطبه میفرماند لان تکلم بمعروف و تنها عن منکر خیر من ان تسکت، که در اینجا این لفظ فلعمری اومده. این دلیل سوم آقایون هست که در اینجا آوردن و اینجا شماره نزده، منتها این گونه آورده که امیر مومنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه که نمونه عالی تربیت اسلامی است، در خطبه ها و نامه ها و کلمات خود به طور مکرر به جان خود سوگند یاد کرده است. به جان خود سوگند یاد کرده است که این که فلعمری که گفته و این مطلب را خود آقای ناصر مکارم هم در کتاب سوگندها از این استدلال کرده. و اضافه بر این و خلیفه نخست هم حتی در سخنان خود به پدر فرد مخاطب خیش سوگند یاد می‌کند. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم سوگند یاد کرده به پدر فرد مخاطب خود. از اینجا سه تا دلیل وجود داره. دلیل اول این که رسول الله فرمودن فلعمری. دلیل دوم این که حضرت علی فرمودند لعمری. بله، روایاتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فلعمری گذشته از روایات ضعیفی که در این زمینه وجود دارد با سند صحیح هم ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فلعمری. در بعضی از روایات این اومده و صحیح و ثابت هست. اما در مورد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه آوردند که در کتاب نهج البلاغه هست. این کتاب نهج البلاغه یک کتاب بی سند هست، کتاب مرسلی هست که به هیچ عنوان در باب عقیده و حتی در باب احکام فقهی از یک کتاب بی سند و مدرک و کتاب مرسل نمی شود که استناد کرد، بالفرض این که صحیح باشد و از حضرت علی رضی الله تعالی عنه ثابت شده باشد. و الان ثابت هم که نشده باشد، من عرض کردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست. اما این جمله فلعمری قسم نیست. فلعمری در زبان عربی قسم نیست، گرچه برخی از نحوی ها اینو یعنی قسم یعنی تصور کردند، قسم معنی میکنند، اما جمله فلعمری در زبان عربی قسم نیست. در کتاب اهل سنت و الجماعت مفصلا این اومده و ابن ابی شیبه رحمت الله علیه اینو آورده و به صورت مفصل هم گفته که این جمله فلعمری لیس بقسم، این اصلا قسمی صورت نمیگیرد و قسمی شمرده نمیشود، در تکیه کلام عرب بوده و اینو بر زبان می آوردن و منظورشون سوگند خوردن نبوده. غیر از این همه میدونن، هم شیعه و هم سنی ما میدونیم که الفاظ و حروف قسم مشخص هست، تفاوتی نداره در میان شیعه و سنی. ما وقتی قسم میخوریم به نام الله با 3 حرف قسم میخوریم، والله، بالله و تالله. در نزد شیعه هم این گونه هست، یعنی این 3 مورد، این 3 حرف واو و تا و با اینها الفاظ قسم هستند. لام جز الفاظ قسم نیست، یعنی در این روایت اومده که لعمری این جز الفاظ قسم شمرده نمی شود. در کتاب اهل سنت درس کردن به صورت صراحت اینو ذکر کردند که لعمری قسم نیست و در کتاب شیعه در کتاب فروع کافی در بحث این که حاجی نباید قسم بخورد اگر قسم خورد به نام الله متعال ولو اینکه راست باشد 3 مرتبه قسم خورد، این در واقع یک نوع فسق و فجوری هست که انجام داده. در اونجا صراحتا می آورد که اگر کسی
بگوید لعمری، این هیچ گونه کفاری رو ندارد، فسقی رو انجام نداده، بدین معنی که قسم در واقع شمرده نمی شود. این از در مورد فلعمری. لعمری گفتنش اشکال ندارد و قسم نیست، لام هم جز حروف قسم هم شمرده نمی شود. اما مطلبی که از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نقل کردن، این مطلب رو امام مالک رحمت الله آورده در کتاب موطأ خودش که در اینجا هست، اما این سند یک سند مرسلی هست، با یک سند مرسل اینو در واقع ذکر کرده که باز هم در واقع این روایت، وقتی که ما میگیم روایت مرسل هست یعنی اینکه ضعیف است. دوستان نمایش بدن این رو، کتاب موطأ امام مالک هست، امام دارالهجره مالک ابن انس، و در این کتاب در جلد دوم صفحه 38 و روایت 1808 است که این رو نقل کرده از عبدالرحمن ابن قاسم عن ابیه. عبدالرحمن ابن قاسم و قاسم ابن ابوبکر، قاسم ابن محمد ابن ابوبکر است که از پدرش این رو نقل کرده و اساسا این روایت مرسل هست. این قاسم نه پدرش دیده و حتی پدرش هم پدر بزرگش در واقع ندیده بوده، یعنی فرزندش این حضرت این قاسم پدر خودش رو ندیده و پدرش هم پدر خود رو در واقع ندیده. و در این زمینه شیخ در کتاب سیر اعلام نبلا صراحتا امام ذهبی رحمت الله علیه این مطلب رو آورده که این روایت در واقع مرسلی هست و به هیچ عنوان نمیشه و از اون استدلال بکنن. این روایت از قاسم هست، قاسم ابن محمد. دوستان نمایش بدن این رو، قاسم ابن محمد، روایت یعنی فرد 18 هم از در اینجا، ابن خلیفه رسول الله ابی بکر صدیق عبدالله ابن ابی قحافه، و در اینجا میگوید که ولد فی خلافت الامام علی فالروایت عن ابیه عن جده انقطاع علی انقطاع، انقطاع روی انقطاع هست. فکل منهما لم یحق، در روایت در کتاب دیگه لم یلحق اباه، که پدر خودش رو در واقع ندیده. این روایت در واقع مرسلی هست و روایت ضعیفی هست، بالفرض هم که صحیح بوده باشد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مرجع نیست برای اثبات این. وقتی که در روایت دیگر اومده که یعنی نهی کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم، بالفرض این که ثابت هم شده باشد که ابوبکر صدیق به نام پدر اون فرد قسم خورده باشد، باز هم این دلیلی برای اثبات حکم شرعی قرار نمیگیرد. جزاکم الله خیر. بعضی از این روایت جناب حضرت مولانا، آیا دلیل میشه که بگیم که چون در اون زمان، در زمان مشرکین، قسم خوردن به پدر و به جد و به قوم و قبیله و به لات و عزا و سنگ و چوب این چیزا معمول بوده، شاید بعضی از اینها همینطور بر سر زبانهای مردم بوده و ذکر شده. در این هیچ گونه شکی نیست که حتی در روایت شیعه و حتی در روایت اهل سنت و الجماعت اومده که این قسم خوردن به نام پدر جز قسم های اهل جاهلیت بوده. حتی شیخ مفید رو نقل کرده که این قسم خوردن به نام پدران جز قسم های یهود بوده. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نهی کرده که از شما به نام پدران خودتون قسم نخورید. فرق نمیکنه. الان بعضی از آقایون اومدند اینو توجیه کردند که شاید منظور این باشه اگر پدران کافر بودند به نام پدری که کافر هست قسم خوردن درست نیست. خب همین فردی که در صحیح مسلم شما از اون استدلال کردی، حدیثی که آورده بودید که و ابیک، اون فردی هم که اومده بود یا روایت که افلح و ابیه ان صدق، این زمام ابن ثعلبه بوده که خودش تازه مسلمانی بوده، بیابانی، قطعا پدرش بر روی کفر مرده. و اگر منظور این باشد که قسم خوردن به نام پدر کافر درست نیست، استدلال از این روایت در واقع هم درست نیست. و این قسمی که به پدر یک قسم جاهلیت بوده، بنابر قول مفید قسم یهود بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایات متواتری که شیعه دارند از این نهی کرد. جزاکم الله خیر. میریم سراغ تماس های بینندگان عزیز و گرامی و موضوع برنامه هم همونطوری که میدونید سوگند خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی و اعتقادات ائمه بزرگوار اهل بیت که در تطابق با اعتقادات بزرگان اهل سنت و موحدین بوده و هیچ اختلافی بین این بزرگواران ما نمیبینیم در مسائل اعتقادی. بله، سلام علیکم بیننده کرام، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصاری خوب هستید؟ خدمت آقای مولانا دقانم من سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام. آقای دقان ببخشید، در صحیح بخاری از حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله نقل شده که کسی که به لات و عزا سوگند یاد بکند فقط باید بگه لا اله الا الله.
بعد تصحیح کردن که این سوگند به کفر اصلا نسبت داده نمی شود. من حلف باللات و العزی فلیقول لا اله الا الله ولم ینسبه الی الکفر. توجه می‌فرمایید؟ یعنی کفر نیست. این یکی. دوم، اگر سعی مسلم میدونسته که قسم به غیر خدا کفره و شرکه، چرا حدیثش رو نقل کرده؟ تمام این کارهایی که شما اثبات کردید در مثلا اینکه اول آورده دوم آورده، اثبات شما اینه که مسلم نیشابوری یک حدیثی که منجر میشه به شرک انسانها در کتاب خودش نقل کرده و شما در واقع کتاب در کجا گفته آقای محمد عزیز برادر گرامی؟ وقتی که صحبت میکنید خواستن بحث علمی هست، لطف کنید دقت بکنید در اختیار کلمات. کدام یک از علمای اهل سنت گفته که کفر است قسم به غیر الله؟ شرک دیگه. شما دارید میگید شرک دیگه. شرک انواع داره برادر گرامی. شرک اکبر هست، شرک اصغر هست، شرکی که انسان رو از اسلام خارج میکنه، شرکی که انسان رو گناهکار میکنه. خب حالا نگاه کنید در قرآن کریم ما لعمرک داریم. برادر گرامی، آقا محمد ببینید تکرار نکنید. ما قضیه قرآن کریم مفصل از امام محمد باقر آوردیم که الله سبحانه و تعالی حق داره به مخلوقاتش قسم بخوره، اما بندگان حق نداره. اگر شما شیعه اهل بیت هستید باید از امام محمد باقر پیروی بکنید. این اولا گوش کنید برادر. آقا محمد الله سبحانه و تعالی به انجیر و به زیتون قسم خورده دیگه. حالا عمر حضرت نوح قسم خوردن بهش که خیلی بالاتر است. گوش کن برادر بزرگوار، الان شما پیرو صحیح مسلم و بخاری هستید یا پیرو ائمه اهل بیت؟ یک روایت از ائمه اهل بیت بیارید که گفته باشن قسم خوردن به غیر الله جایز است، هیچ اشکالی هم نداره. من توضیح بدم خدمت شما. نه فقط جواب من رو بدید. فقط جواب من رو بدید. یک روایت از اهل بیت. ما اصلا قسم خوردن غیر خدا رو قسم نمیدونیم که نمونه بیاریم برای شما. خلاص تموم شد. پس آقای آیت الله جعفر سبحانی در کتاب آیین وهابیت میاد میگه من در پرتو سخنان اهل بیت ثابت میکنم قسم خوردن به غیر الله جایز است، هیچ اشکالی هم نداره. نگاه کنید این ما الان در رساله های عملی داریم همش. آقای محترم، آقا محمد جان، برادر بزرگوار گوش کنید. ما این حرف ماست. این حرف ما در هفته گذشته گفتیم. چرا پس آیات اعظام شما در مقام به اصطلاح رد به قول خودشون وهابیت میان دروغ میبندن به ائمه اهل بیت؟ چرا؟ نگاه کنید شما دروغ بستید که این مشرک. کی دروغ بسته؟ آقا محمد دوستان اگر که ایشون دوباره تماس گرفت صداشون رو وصل بکنید که ایشون یک تهمتی زدن و دروغی گفتن که باید از این دروغ خودش دفاع بکنه. جناب استاد آقا محمد مثل این که نبوده با ما تو این حال و هوای برنامه نبوده. ولی در روایت اومده هر کسی که گفته قسم به لات عزی باشه، خود همین که گفته باشه لا اله الا الله یعنی تجدید ایمان بکنه. درست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن. الان بحث این که قسم به غیر الله بر اساس این که عرض کردم که بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت هم گفتند که حتی محمد ابن عبدالوهاب در کتاب التوحید من نشون دادم که کتاب هم هست. بله آقا محمد یک لحظه رو خط تشریف داشته باشید جناب استاد حرفشون منعقد بشه برمیگردیم خدمت شما. اینو میگن که شرک اصغر هست. شرک اصغر یعنی یک چیزی در حد ریا هست. قسم به غیر الله شرک اصغر هست و در حد ریا هست. و این که ایشون گفتن چرا امام مسلم رحمت الله علیه نقل کرده، امام مسلم اون لفظی رو که از یک راوی نقل شده اونو برای ما نقل کرده، اما در کنارش بنابر اصلی که ایشون آوردند روایت صحیح‌تر و دقیق‌تر رو آوردند و این نشانه به اصطلاح صداقت اهل سنت و الجماعت هست. الفاظی رو که دقیقاً به اونها نقل شده بدون هیچ گونه کم و کاسی در واقع نقل کردند و یک اصلی رو هم قرار دادند به اضافه روایت دیگری که از
اصحاب دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش شده در کنار این بگذاریم، خود امام مسلم رحمت الله علیه روایتی رو که بی اشکال هست و شاذ نیست و محفوظ هست اونو در درجه اول ذکر کردند. جزاکم الله خیر. آقا محمد، بله بله. شما فرمودید که ما دروغ گفتیم. کجا دروغ گفتیم؟ شما همین که میفرمایید شرکه، این با کتابای شما که همین حدیثی که من خوندم ائمه اهل بیت میگه شرکه. یک لحظه همینجا باشید جناب استاد. بله، در روایت اهل سنت، در روایت شیعه که اول در کتاب الاوالی اومده که الان نگاه کنید، شیعه در واقع این آوردند که جزء شرک هست و اینو شرک نامیدن و دقیقا من در هفته گذشته تمام روایات رو در هفته قبل از این به صورت کلی من نشون دادم که ائمه اهل سنت و الجماعت اون چیزی رو که نقل کردن همون چیز دقیقا در کتاب‌های شیعه هم در واقع اومده بود و اون رو شرک می‌دونستن. خود این روایت رو این از کتاب دوستان نمایش بدن، از کتاب مستدرک الوسائل هست، کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تألیف حاجی میرزا حسین نوری طبرسی هست و هم مؤسسه آل بیت اینو چاپ کردند و جلد 16 هم هست. دقیقاً این حرفشون است که در اینجا این باب را آوردن، باب ان الیمین لا تنعقد بغیر الله. در این باب و روایتی که در اینجا آوردن این از اوال الاعالی ذکر کرده، روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه سمع عمر بن الخطاب یحلف بابیه فقال صلی الله علیه و سلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. روایت بعدی و روی عنه صلی الله علیه و آله انه قال من حلف بغیر الله فقد اشرک. روایت بعدی و فی بعض الروایات فقد کفر بالله. متوجه شده محمد آقا؟ بله بله آقای انصاری. پس ما دروغ نگفتیم. اگر قرار باشه ما دروغ گفتیم، امامان شما دارید تهمت دروغ به امامان اهل بیت میزنید. قسم خوردن به غیر الله شرک است و کفر است. این حرف امامان اهل بیت است. دقیقاً همین حرف رو محمد ابن عبدالوهاب هم گفته. تشکر میکنم از شما محمد آقا. شما ببینید یک کمی کلماتتون رو مواظب باشید. به ما گفتید دروغ میگید که قسم خوردن به غیر الله. شما در حقیقت امامان اهل بیت رو بهشون تهمت دروغ زدید. آقای انصاری شما بردید من رو خط که من از صحبتم دفاع کنم. شما الان نگاه کنید، بذارید من 4-5 دقیقه صحبت کنم بعد بگید آقا نه تشکر میکنم. تشکر. شما اگر بخواید که 4-5 دقیقه اینجا دروغ به خورد مردم بدید، من به شما این اجازه رو نمیدم. فقط در 30 ثانیه چون وقت برنامه کم است، در 30 ثانیه حرفتون رو خلاصه کنید. خب ببینید صحیح مسلم فرمودن که روایت صحیح اول آورده، روایت مثلا ضعیف‌ترشو بعدش آورده. آقای محترم آقا محمد آقا، شما قرار شد که از حرفتون دفاع کنید، چرا به ما گفتید دروغ گفت؟ من از حرفم دفاع میکنم که شما نگاه کنید اون روایت دوم صحیح مسلم، اونی که گفته به پدرش و خودش قسم به خودش و پدرش که میرن بهش، روایت دوم آورده دوباره که اسم پدرش نیاورده درست، ولی در روایت سوم دوباره اسم پدرش آورده. نه خیر، شما اشتباه کردید. در روایت اول نیاورده که صحیح تر است و در روایت دوم آورده. ثانیاً آقای محترم، حرف ما اینه، شما خدا میگه قسم نخورید به غیر الله، پیغمبر میگه به غیر الله قسم نخورید، اهل بیت میگه به غیر الله قسم نخورید، روایات صحیح اهل سنت میگه به غیر الله قسم نخورید. شما چرا میگردید دنبال این مسائل؟ قرآن نشون بدید که گفته باشه غیر از الله شما قسم نخورید. تو قرآن نشون بدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، در قرآن میگه که اطیع الله و اطیع الرسول، رسول رو اطاعت بکنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که از امام باقر روایت شده، همینجا جناب مولانا خوندن، شما رو من میکنه از قسم خوردن به غیر الله. این در قرآن نیومده؟ نه در قرآن در کجای قرآن اومده که شما نماز صبح 2 رکعت بخونید؟ چرا 2 رکعت میخونی پس؟ نگید امامت در قرآن اومده باشه، اسم حضرت علی در قرآن اومده باشه. چی شد اینجا فرق کرد موضوع. آقای محترم،
محمد جان وقتی که توحید یکتاپرستی در قرآن کریم اومده، همه این مسائل قسم خوردن به غیر الله، شرک بردن به غیر الله، همه اینا در ذیل شرح توحید و یکتاپرستی و معنی لا اله الا الله میاد. یکی مطالعه بکنید ان شاء الله به نفع شما خواهد بود. من عرض کردم خدمت شما، تشکر میکنم. شما از تهمتی که به ما زدید، و توهین و اهانتی که کردید باید معذرت بخواهید. شما دارید هی حاشیه میرید از این کتاب به اون کتاب، از این حدیث به اون حدیث، و من این توقع را اصلا از شما نداشتم که بیایید اینجا به خاطر اثبات دروغی که کذاب مفتری زندیق آیت الله جعفر سبحانی در این کتاب آیین وهابیت، این انسان کثیف و دروغگو در این کتاب به اهل بیت پیامبر میگه که اینا ذوق نداشتن، انسان‌های بی‌ذوقی بودن. به اهل بیت پیامبر این توهین رو میکنه. شما میخواید از این انسان کثیف دفاع بکنید در مقابل چی؟ در مقابل اینکه یک دروغ اینو ثابت بکنید. من این منطق بحث نیست. جناب آقای محمد عزیز تشکر میکنم از شما. امیدوارم که بتونید که با اخلاق و با ادب ان شاء الله دفعات آینده در شبکه بصارت صحبت کنید. تشکر میکنم. جناب استاد چرا هی باید یعنی اهل بیت مورد طعن قرار بگیرن، اما این آخوندهای کثیف و صیغه زاده قم و تهران اینا باید بهشون کسی توهین نکنه؟ تا که به اینا اگر حرفی زدید دروغ اینا رو ثابت کردید شروع میکنن به عربده کشی. کسی رو که واقعا احترامی قائل باشه برای گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از کتاب کافی آوردم، از کتاب وسائل آوردم که نه یک نفر بلکه هم امام باقر و هم امام جعفر امام جواد گفته بودند که الله متعال به هر چی بخواهد قسم میخورد، اما شما حق ندارید که به نام غیر الله قسم بخورید. و این رو علمای اهل سنت و الجماعت هم گفتند. محمد ابن عبدالوهاب گفته، ابن تیمیه گفته و بقیه امامان اهل سنت و الجماعت گفتند. اما مراجع کنونیش برخلاف دستور و برخلاف قول صحیح و صریح امامان اهل بیت دارند حرف میزنند. حرف ما این است که شما پیرو چه کسی هستید؟ پیرو آخوندهای خودتون هستید یا پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید؟ حرف اهل بیت دقیقاً همان چیزی هست که محمد ابن عبدالوهاب گفته، ابن تیمیه گفته، امامان اهل سنت و الجماعت گفتن به اتفاق که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست. و روایاتی که در کتاب اهل سنت اومده که هر کسی به نام غیر الله قسم بخورد شرک هست، که منظورمون شرک اصغر هست، این همین روایت در کتاب شیعه هم اومده. یعنی اتفاق نظر هست. و در کتاب‌های شیعه مثلا آقای گلپایگانی قبلا عرض کردم، نمایش دادم که در کتاب القضاء خودشون میگن که روایات نهی از سوگند خوردن به نام غیر الله فوق حد تواتر هست. من نمیدونم در یک مسئله اگر روایات اهل بیت فوق حد تواتر باشه، اونم یک آخوندی بیاد بخواد که ثابت بکنه خلاف عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، عقیده ای رو که با روایات فوق حد تواتر ثابت شده، نمیدونم اسم اینو شیعه بگذاریم، اسمشو ناصبیه بگذاریم، یا نمیدونم که چگونه ادعا میکنند که پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. شما اگر معتقد هستید آقای جعفر سبحانی، ما که نامه فرستادیم برای ایشون، شما حداقل اگر حرف شما رو قبول میکنند مراجع خودتون، شما هم سفارش ما رو بکنید پیش آقای مکارم شیرازی، پیش آقای جعفر سبحانی، آقای طبسی که مراجع شما هستند، مراجع تقلید هستند، آیات اعظام شما هستند. حداقل شما از ایشان خواهش بکنید که با روایات صحیح و صریح ثابت بکنند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست. نه از روایات اهل سنت و الجماعت. روایاتی که اهل سنت و الجماعت من نشون دادم که خود اهل سنت و الجماعت گفتند که این روایات منکرند، شاذ هستند. شما چطور روایات صحیح اهل بیت و متواتر اهل بیت رو رها کردید، اومدید برای یک چیزی که یک منفعت مادی برای شما داره مردم رو به گمراهی بکشانید، اومدید از روایات شاذ و روایات منکر اهل سنت و الجماعت اینو مطرح میکنید به عنوان دلیل خودتون، و روایات صحیح و صریح و متواتر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به دیوار زدید و اونها رو قبول ندارید. این علامت محبت و انتساب شما به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه شما یعنی دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید. حرفی رو که اهل بیت زدند، امام باقر زده، امام جواد زده، دقیقاً همون حرفی بود که ابن تیمیه گفته بود، محمد ابن عبدالوهاب گفتند و بقیه علمای اهل سنت و الجماعت. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما. من یک بار دیگه همین آقا که کتاب آیین وهابیت رو نوشته، جعفر سبحانی، آیت الله العظمی این است،
من امثال محمد آقا مثل این که در افغانستان بهشون میگن هفته فهم، یعنی بعد از یک هفته متوجه میشن که قضیه چیه، در حالی که ما هفته گذشته 1.5 ساعت مفصل در این مورد صحبت کردیم که مخالفت های آیت الله جعفر سبحانی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آقای محمد از یزد مثل این که از جعفر سبحانی عاقل تره. حالا حرفی که ما اصلا این قسم منعقد نمیشه. بابا جان هدف ما اینه آقا محمد بفهمید، اگر نمیفهمید یا سعی کنید که بفهمید، که هدف ما اینه که ما ثابت بکنیم که آخوندهای زندیق و دروغگوی شما به خاطر اثبات کردن باطلشون حاضرن به اهل بیت رسول الله هم تهمت بزنن. این صفحه رو نگاه بکنید، میگه سوگند به غیر خدا. امامان اهل بیت میگن سوگند به غیر خدا، اصلا میگن روایت متواتر است که اصلا سوگند به غیر خدا اصلا جایز نیست، کفر است، شرک است. میگه که سوگند به غیر خدا از جمله مسائل است که وهابی‌ها روی آن حساسیت خاصی دارن. یکی از نویسندگان میگه تا الی آخری، میگه که اما ما به فضل الهی در محیط دور از تعصب مسئله رو مورد بررسی قرار داده و کتاب خدا و سنت‌های صحیح پیامبر و پیشوایان معصوم را چراغ راه قرار میدیم. دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا. اول میگه که وهابیت قسم به غیر خدا رو جایز نمیدونن، کفر و شرک میدونن، بعد از اون میاد دلایل واهی، دروغ. جعفر سبحانی آیت الله العظما جعفر سبحانی داره دروغ میبنده به اهل بیت رسول الله، به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر اینکه بیاد یک چیزی رو بچسبانه به وهابیت و دروغی رو ثابت بکنه. جناب استاد ما فقط هیچ وقت نداریم. همین جمله رو که شما گفتید که ایشون میگه در صفحه 299 این چاپ این کتاب، میگه برخی از بی‌ذوق‌ها که از اهداف قرآن آگاهی ندارند، یعنی مانند امام باقر و امام جواد، این چنین پاسخ میگویند که ممکن است صدور چیزی از خدا زیبا باشد و صدور همان چیز از غیر او زیبا نباشد، که امام باقر رحمت الله علیه فرموده بودند که الله متعال یعنی که به هر چیزی قسم بخورد اجازه دارد، اما شما اجازه ندارید که به نام غیر الله در واقع قسم بخورید. این از روایات اهل سنت و الجماعت و همچنین کتاب‌های شیعه هم کاملا من خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش دادم که امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که شما اجازه ندارید که به نام غیر الله قسم بخورید. وسایل شیعه حتی از دو تا کتاب، یعنی کتابای هم روایات کافی و هم روایات از کتاب مستدرک، دوستان نمایش بدن. باز هم اینو دوباره تکرار میکنیم، این در اینجا هست. در ابتدای برنامه هم من نشون دادم اینو که امام ابی جعفر ثانی هست. امام ابو جعفر ثانی مطلب رو میگویند که در مورد قسم خوردن به نامه‌های که الله متعال قسم می‌خورد واللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی و قل والنجم اذا هوی و ما اشبه هذا فقال ان الله یقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسم الا به. الله متعال به هر چی بخواهد قسم می‌خورد، اما شما اجازه ندارید به غیر الله قسم بخورید. یعنی این که نازیبا هست، الله قسم بخوره اجازه دارد، اما شما نباید این کار رو انجام بدید. عین همین روایت در روایت سوم این باب از امام ابو جعفر اومده. امام باقر قول الله عز وجل واللیل اذا یغشی والنجم اذا هوی و ما اشبه ذلك فقال ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان یقسم الا به. این حرف امامان معصوم شما هست و قبلا من اینو آوردم که آقای مجلسی گفته حسن هست و پدر مجلسی یعنی تقی مجلسی گفته بود که حسن کسایی هست و محقق نراقی و بسیاری دیگر از علمای شیعه. من گفتم که آوردم که ایشون گفته بودن این روایت صحیح هست. الان سوال ما این است که آقای جعفر سبحانی و آقای مکارم شیرازی طبسی و بقیه کسانی که هم فکر این هستند، به چه دلیل شما اومدید برخلاف حرف امامان معصومتون قسم خوردید؟ اونم دستاویزون روایات منکر و شاذ اهل سنت هست، اینو دستاویز قرار دادید به خاطر اینکه روایات صحیح و صریح و متواتر اهل بیت رو به دیوار بزنید. این نشانه محبت شما با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و اینجا جناب استاد میگه که قرآن مجید پیشوای اعلی و ثقل اکبر و الگوی زنده هر مسلمان است که در این کتاب ده ها قسم به غیر خدا وارد شده است که گردآوری همه آنها موجب اطاله بحث می شود. و بعد از اینکه این میاره این و شمس و غیره رو، در آخر با کمال وقاحت میگه که برخی از بی‌ذوق‌ها، یعنی امام جواد، بله امام جواد و امام جواد بی‌ذوق بوده، امام باقر بی‌ذوق بوده، امام جعفر صادق بی‌ذوق بوده، حضرت علی بی‌ذوق بوده، این صیغه زاده‌های قم و تهران اینا باذوق شدن و در کتاب آیین وهابیان می‌نویسه که اینا بی‌ذوق بودن که گفتن که به غیر خدا قسم نخورید.
دیگه نیازی به توضیح بیشتری فکر نکنم داشته. جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از شما حضرت استاد و از همه بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودن و عذر میخوایم که نمیتونیم صدای گرم عزیزانی که پشت خط هستن رو بشنویم. انشالله در هفته آینده باز هم با مبحثی جدید در باب امامان وهابی شیعه انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. محمد آقا و امثال محمد آقا که سعی میکنن به خاطر امامت دروغین، به خاطر 4 تا آخوند مفتخوری که دکان به نام دین باز کردن، حتی ائمه اهل بیت رو هم زیر سوال ببرن، قرآن رو هم زیر سوال ببرن، سعی کنید از مقدسات دین دفاع بکنید، از قرآن، از رسول الله، از اهل بیت، از صحابه دفاع بکنید، نه از یک آخوند بی‌نام و نشانی که امروز به خاطر اینکه 4 قرانی به جیب بزنه هر دروغی رو به اهل بیت و به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میده. و این برنامه ادامه خواهد داشت ان شاء الله به اذن الله تعالی تا اینکه ما ثابت بکنیم بر همه شما عزیزان که آنچه که امروز به نام مترسک وهابیت در جامعه علم کردن و مردم را ازش میترسانن، میدونید که بزرگترین وهابی علی ابن ابی طالب است، بزرگترین وهابی امام جعفر صادق است، بزرگترین وهابی امام محمد باقر است، بزرگترین وهابی امام رضا است، امام جواد هست، حسن عسکری است. اینها بزرگان وهابیتن. اینها کسانی هستند که همون عقیده‌ای که داشتن عقیده محمد ابن عبدالوهاب، بلکه عقیده محمد ابن عبدالوهاب برگرفته شده از عقیده ناب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ان شاء الله در این برنامه شاهد خواهید بود که ما از کتاب‌های اینا این قضیه رو ثابت بکنیم. جزاکم الله خیر. تشکر از تک تک شما عزیزان. تا فرصت دیگر الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.